به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام زبان آموزان گرامی. درس 21 است از سلسله درس های روسی برای نوآموزان. الفبای زبان روسی حرف ت. тарелка, 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 лали, табақ. телефон, 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 телефон. телефон دیگر در همه زبان ها تقریبا تلفن ترجمه می شود. تترات، 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 دفتر. خب این بود درس 21. تا درس های نوبتی. خدا نگهدار.